سلام عرض کردیم. ببینم یادتون میاد 25 سال پیش این موقع وقتی داشتن اون دجال لعنتی رو میفرستادن تو گور، زدن کفن مفنشو پاره پوره کردن؟ عکسش هم هست اینها. حالا الان بعد 25 سال سگ و سیله های همون گور به گوری جای کفن دارن خود امام دجالشونو پاره پوره میکنن. از یه طرف شربت مداری تو کیهانش عین جملات خمینی رو خرج دراز کردن شیخ بری میکنه تا نشون بده امامش خیلی ضد غرب بوده. هی دم از غرب میزنید، چقدر میان توهی شدی. باید احکام اسلام را با احکام غرب بسنجیم. من در همین مدرسه شاه را نصیحت کردم و نشنید. شما که چیزی نیستید. بله، از اون طرف یکی از جیره‌خوارای کوسه میپره تو تیویریشو به اسم واقع گرایی پته جام زهری امامشو میریزه رو آب. حضرت امام رابطه امریکا با ایران رو به مانند رابطه که طی گرگ و میش تعریف کردن. علت چی بود؟ بله ببینید، امام این تعبیر رو به کار بردند، اما در عملشون ما میبینیم که انعطاف هم در ارتباط با بحث رابطه با آمریکا ایشون داشتند. امام واقعیات رو هم میدیدند و واقعیات رو قربانی آرمان ها نمی کردند که حالا کشور به خطر بیفته. بحث جنگ ایران و عراق باز یک نمونه دیگه از واقع گرایی امام بود که اوایل کار ایشون فرمودند که 20 سالم طول بکشه ما ایستادیم، اما ایشون در مقطعی که به هر حال واقعیات و شرایط واقعی کشور رو دیدن اومدن گفتن که من کاسه زهر رو نوشیدم. این امام بود یا توپ پینگ-پونگ؟ داره به زبون بی زبونی میگه اون گور به گوری زهره در افتادن به این و اونو نداشت، وقتی سم به پرزور میشد واپس میتمرگی. حالا اون طرف گود صدای دلواپسا از گلوی پاسدارا میریزه بیرون و اینجوری میشینه وسط ورق پاره هاشون. آخرین دغدغه های امام این بود: نگرانی از افتادن حکومت به دست لیبرال ها، تهی شدن جمهوری اسلامی از محتوا. این وسط حرفای شیخ پری از همه شنیدنی تره. نسبت هایی به امامش میده که تو دکون هیچ بقالی پیدا نمیشه. امام در تمام مراحل تثبیت انقلاب از مسیر تدبیر و عقلانیت و در چارچوب موازین اسلامی حرکت خود را ادامه داد. همه جا هم نظر مردم، آراء مردم را در کنار شریعت اسلامی و در چارچوب موازین اسلام به عنوان یک معیار قرار داد. آها، اینجاست که موشکاف مجبور میشه دستشو بکنه تو آرشیوش و 2 سند رو کنه. اول یه سند از میزان حرکت امام رذل در رابطه با اهمیت به مردم. ملاحظه بفرمایید. این که در این قانون اساسی یه مطلبی ولو به نظر من یه قدری ناقص است و روحانیت بیشتر از این در اسلام اختیارات دارد و آیین برای این که خب دیگه خیلی با این روشنفکرها مخالفت نکنند یه مقدار کوتاه آمدن. این که در قانون اساسی هست این بعضشون اونه ولایت فقیه هست. هیولا رو میبینید؟ سند قانون اساسی رو به اسم خودش کرده، بعد میگه کمه.
حالا دیگه معیار نظر مردم رو کجای امامش چپونده معلوم نیست. حالا سند دومو داشته باشید که اند تدبیر و عقلانیته. این مقدرات را دست اینها ندند. ملت ما مقدراتشون را دست این اشخاصی که به اصطلاح خودشون روشن فکر، نه روشن فکری، روشن فکرها بسیارشون خوبن، اونایی که علاقه به اسلام ندارند اینا هم از گفتار و اعمال سابق و لاحقشون معلوم میشد که اینا چی هستند. اسلام نمیذارد که لخت برن توی این دریاها شنا کنن، پوستشون رو میکنن. همچه کاری اگر بشد پوستشون رو مردم میکنن. اینا از آزادی آزادی غربی میخوان. این است امروز اگر یک هم چیزی بشد اینها را ما خواهیم تکلیفشون رو معین کرد. خلاصه کلام این که تو این اوضاع شلم شوربا باندای نظام افتادن به جون جنازه کپک زده امامشون و هر کدوم یه طرف اون دایناسور 7 کفن پوسونده رو میکشن. همه نوع استفاده ابزاری دیده بودیم، پلا استفاده ابزاری از معمار منجلاب ولایت. حالا چرا کار این نرازل اوباش به اینجا کشیده؟ علتشو از زبون سید علی بافور بشنوید. این شاخصها رو ما بد تبیین کردیم، غلط ارائه دادیم. این مثل این است که یک قطب نما را در یک راه از دست بدیم یا قطب نما از کار بیفتد. بله، مشکل اینجاست که ولی فقیه تلس شکسته قطنما رو گم کرده و با مخ داره میره ته دره. خب وقتی نایب بلق امامشون یعنی سید علی به این روز افتاده باشه، اینا مجبورن برن اون دجال و نبش قبل کنن دیگه. آی اونایی که واسه وضع خراب نظام دنبال دلیل و نشونه میگردی، نشونه از این بیشتر؟ بفرمای.